امروز در ناحیه نورآباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میدانچه ورزشی فوتبال بازی را در مساحت 800 متر مربع که از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان ساخته شده است مورد استفاده قرار دادند. کارهای ساختمانی در انشاءات ورزشی ماه می سال جاری با جلب ساکنان محلی آغاز گردیده ماه ایون سال 2019 به انجام رسید. خاطررسان باید نمود که سال 2014 سال عمومی‌گردانی فوتبال در تاجیکستان اعلان گردیده بود و در این زمینه تا امروز در تمام قلمرو مملکت تالار و مرکزهای معاصر ورزشی مجهز با تمام دستگاه و تجهیزات معاصر مشق و تمرین برای سالمی جامعه با شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده شده است. بعد این مورد استفاده قرار دادن میدانچه نو فوتبال بازی در ناحیه نورآباد سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ساخته با استفاده دادن چنین میدانچه‌های ورزشی در قلمرو مملکت در سالهای رشد دهه‌ها سیاحی و هنرهای مردمی تحفه ارزشمند است برای جوانان خودآگاه و نسل آینده تاجیک. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار باوری نمودند که فوتبال در تاجیکستان آینده میتواند معرفیگر کشور در عرصه عالم گردد، زیرا برای رشد آن در تمام گوشه و کنار جمهوری شرایط ضروری مهیا گردیده است.